در آذربایجان صدها نفر در مرگ شهمت‌باز جوان وگر قاسموف ماتم گرفتند. قاسموف 27 ساله روز 10 ینور در یکی از شفاخانه‌های آلمان از سرطان مغزی سر وفات کرد. او یکی از بهترین شهمت‌بازان عالم بود. سال 2009 در پیروزی دسته شهمت آذربایجان در چمپیونات منتخب‌های اروپا سهم بزرگ داشت. در سراسر پاکستان مسلمانان روز مولود پیامبر دین اسلام را تجلیل کردند. به این مناسبت سازمان‌های مذهبی و افراد علاهیده خانه‌های خود را آرا دادند. روز مولود در پاکستان رسما روز استراحت است. در قزاقستان پیروان مخالفین و سازمان‌های غیر دولتی در نزد کنسولخانه فرانسه جمع شده از این کشور دعوت کردند از استرداد بانکر فراری مختار ابلیازوف خودداری کند. هفته گذشته دادگاه فرانسه استرداد ابلیازوف با روسیه و یا اوکراین را تصدیق کرد. به قول مخالفان قزاق به احتمال زیاد محاکمه ابلیازوف در کشورهای یاد شده ناعادلانه صورت گرفته او را بعداً به قزاقستان تسلیم خواهند کرد. آنها باور دارند که در قزاقستان ابلیازوف به شکنجه و معامله بد مواجه خواهد شد. در قرقیزستان یک پژوهش ثابت نموده است که در این کشور شماره رقم‌های تلفن‌های موبیل از سرشمار اهالی این کشور بیشتر شده است. اگنتی سیار اظهار داشت در قرقیزستان 5.6 میلیون نفر به سر برده 6.3 میلیون رقم تلفن موبیل مورد استفاده قرار دارد. در مسکو دوستان و همکاران فعال محیط زیست کنستانتین روباخین با نشان پشتیبانی از نام برده شب نظم تشکیل کردند. روباخین تحت فشار مقامات قرار گرفته است زیرا آنها از معرکه مخالفت روباخین با کوهکنی و حفظ محیط زیست ولایت ورانش ناراحتند.